سلام دوستان رفقا، میدونید من کجام؟ نه میدونید؟ اینجا دینوه تو یزد. میدونید خب من اومدم قنات دینو، همون قناتی که میگن قنات حسن آباده، در اصل مال دینوه، همون پارک طاووس میریز که میگن قنات حسن آباد، اون قنات دینوه. میدونید چی تا شده قنات حسن آباد؟ 180 سال پیشتر دینایی ها با دولت قاجار سر مالیات در افتیدن و پول مالیات ندادن. دولت حریفشون نشده، اومده قناتشون خراب کده. بعدش آقای حسن آباد که الان حسن آباد مشیره، اومده با دینایی ها تفاهم کده، گفته من میرم مالیاتتون میدم و شما آبا نصف کنید، نصفیش مال حسن آباد، نصفیش هم مال دینو. خب دینایی های خوبم قبول کردن و این آب تبدیل شده به آب حسن آباد و دینو که قبل فتح آباد بوده شده دینو، و دینو ما که قبلا فتح آباد بوده تبدیل شده به دینو. دینایی ها یه اعتقادی دارن که اوناشون به این درخت توت تنومند میگن درخت بدبختی، و هر که زیر این درخت بیشینه صبح یا معتاد شده یا بی پول شده. ولی اون درخت یه جلوتر که بالا بعد از این علفا و سبزی ها درخت بیده و میگن بره اون درخت خوشبختی، و هر که زیر اون بشینه پول دار میشه و خوشبخت میشه. شما حالا فهمیدید من کجا؟ من دینو هم.